تجاوز و کشتار دخترک 8 ساله زینب انصاری روز پنجشنبه موج اعتراضهای پرخشونت را در سراسر پاکستان به بار آورد. گردی هم آمدگان مقامات را به ناکامی در تفتیش این گونه جنایت‌ها متهم می‌کنند. پدر زینب امین انصاری نشستی را در منطقه کسوری ولایت پنجاب دایر کرد و گفت که اگر عاملان جنایت‌های تجاوز و کشتار به طور نمایشی جزا می‌گرفتند احتمال زینب امروز زنده بود. میخواهم به مردم محله‌مان مراجعت کنم. ما باید به طور آسایشته اعتراض کنیم. بعضی‌ها مالکیت مردم را تخریب میکنند. میخواهم به آنها رسانم که ما هم در اعتراض همراه میباشیم. ما با آن افرادی که از دست پلیس کشته شدند همراه میباشیم. اما ما نباید مالکیت مردم، ماشین و منزل‌ها را ویران کنیم. اعتراض ما آسایشته است. روز پنجشنبه سروزیر ولایت پنجاب شهباز شریف به عیادت امین انصاری رفت و از نام مقامات محلی وعده داد که مسئولان کشتار زینب را پیدا می کنند و به جوابگری می کشند. پلیس جسد زینب را روز 9 ینور در پرتابگاه کنار ناحیه کسور 4 روز پس از ناپدید شدنش پیدا کرد. دوربین‌های کوچکی مردی را به نوار برداشتند که از دست زینب گرفته بود و او را به سمت نامعین می‌برد. اعتراض‌ها روز چهارشنبه در پی مراسم دفن زینب آغاز شده، تظاهرگران خشمگین به اداره‌های پلیس حمله بردند. در این زد و خوردها کمش 2 نفر کشته شد. جامعه شهروندی ناحیه کسور طلب دارد که در مکتب‌های محلی به کودکان و نورسان واکنش به دست درازی و آزار جنسی تعلیم داده شود. پلیس میگوید در دوام 1 سال گذشته در کسور 12 حادثه تجاوز به ناموس و کشتار دختران نورس جای داشت. از سال 2015 هم به این طرف یک عده افسران پلیس بعد نادیدگیری سلسله شکایت ها در مورد ربودن صدها نورس کسور به جای دیگر خدمت انتقال یافتند. همون سال یک شبکه پدافیل ها یا آزاردهنده کودکان که بر ربودن و اذیت جنسی نورسان مشغول بود کشف شد. به قول خبرنگار رایترز اعضای یک عائله معتبر منطقه در این جنایت ها دست داشتند. در رابطه با تحقیق کشتار زینب پلیس 2 خویش این دخترک را بازپرسی و 26 ساکن محلی را بازداشت کرده است. حالا مقامات منتظر نتیجه نهایی تشخیص پزشکی دادگاهی هستند.